اینجا ایستگاه آخر ششمین جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ، جایی که شما هم میتونید فیلم ایرانی ببینید و هم در شهری که ایرانیاش زیاد نیستن غذای ایرانی رو هم تست کنید. البته بیشتر تستش برای اروپایی ها جذابه. I was in Iran a couple of years ago. چند سال پیش ایران بودم و از اون موقع تا امشب غذای ایرانی نخوردم. پس فقط فیلم ایرانی. خیلی خوشمزه است. ولی سخته قیاس بین فیلم‌های ایرانی و غذای ایرانی. چون این یکی غذای جسمه و اون یکی غذای روح. ولی من خیلی دوست دارم آراء مردمی اگه بشه اون برام خیلی جذابه. یه پیامدهای دیگه داره برام. مخاطبان جشنواره امسال آرای خودشون رو برای آخرین اثر اصغر فرهادی فروشنده به صندوق ها ریختن. جایزه‌ای که کاترینا بسرووا از مسئولان سینمایی جمهوری چک اون رو به سیلویا لره، نماینده پخش کننده این فیلم در جمهوری چک، اهدا کرد. The winner is Valderrama. و اما جایزه بهترین فیلم جشنواره رو هم عباس امینی برای کارگردانی اولین فیلم مستقل خودش والدراما دریافت کرد که این جایزه هم در نبود آقای کارگردان به مجید برزگر تهیه کننده فیلم اهدا شد. من ترجیح میدم این تندیس با ارزش رو به عباس بدم، اینو برای خودم نگه دارم. نهایتاً یک فیلم جسور ساخته عباس و یک فیلمی که در واقع تم اصلیش هم سفر هست و به لحاظ فیزیکی از آبادان شروع میشه و به تهران ختم میشه. فیلم به شدت فیلم اجتماعی است و معضل کودکان کار و هویت اونها خیلی به عنوان یک نکته بارز در خلال یک داستان جذاب تعریف میشه. سعی کرده که فیلم با احتیاط بدون غلو و بدون درشت‌نمایی اینو نمایش بده. من فکر کنم این در حقیقت داوران رو جذب کرده. پایان بخش جشنواره ششم فیلم‌های ایرانی پراگ یادی بود از عباس کیارستمی با نمایش آخرین ساخته این کارگردان مثل یک عاشق.